این هفته خبر تو خبر داره براتون از نمایش جمعه عظما و قمپوزهای منطقه‌ایش. ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال طلبی را، عزت را از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان، در همه کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی محکم ببندیم. کاربران فضای مجازی هم این نمایش رو اینطوری به تصویر کشیدن. امروز روزی برای نشان دادن وحدت و همبستگی مردم و مسئولان پشت سر رهبری بود. امروز نماز جمعه تهران حال و هوای متفاوتی داشت. مراسمی به احترام شهید سید حسن نصرالله و دیگر مجاهدان محور مقاومت. شکسته گرچه دلها ما ولی کن عهد و پیمان نه. شریان حزب الله ماشاءالله، سربازان روح الله، نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا. یکی نیست به این عظمای پابگور بگه تو دولت و مجلس و نظام درب و داغون خودت رو بچسب، کمربند منطقه‌ای پیشکش. رئیس جمهور همین ملت در سازمان ملل از آمادگی ما برای کنار گذاشتن سلاح سخن میگوید و نیز در حالی که خود اقرار دارد که سیاست نمیداند، مصاحبه و سخنرانی بالبداهه نموده و با اظهارات نسنجیده، نامتعارف و ناشی از ضعف دل ملت ایران را به درد میآورد. ببینید وضع نظام به کجا کشیده که توی تلویزیون خامنه‌ای پنبه رئیس جمهور سابق همین نظام رو اینطوری میزنن. آقای حسن روحانی رئیس جمهور وقت توییتی میزنه در پاسخ توییت رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور و میگه اونهایی که به عدد 52 اشاره میکنند بهتر است به عدد 290 هم فکر کنند. هشتگ IR 655 IR 655 شماره پرواز هواپیمای ایرباس مسافربری ما بود که 12 تیر 67 آمریکایی‌ها تو خلیج فارس سرنگونش کردن و اون 290 هم اشاره به 290 سرنشین اون هواپیما بود. یعنی آقای حسن روحانی قشنگ داره به دولت آمریکا پالس سرنگونی هواپیمای مسافربری رو ارسال میکنه. یعنی میگه آقای ترامپ به جای اینکه بیای 52 نقطه ایران رو مورد هدف قرار بدی، بیا برو سراغ کیس سرنگونی هواپیمای مسافربری، رو اون فکر کن. بله، وضعیت خیلی خیت‌تر از این حرف هاست. حالا دیگه امام جمعه های خامنه‌ای هم میگن نظامشون فشل شده. کشور ما در مسائل نظامی و سیاسی باید موضع واحدی رو دنیا بشنود. هم دولت محترم، هم مجموعه های نظامی ما، همه باید یک حرف رو مطرح بکنن. نزاع نکنید، با هم درگیر نشوید. اگر نزاع بکنید، اگر با هم دیگه درگیر بشوید، باعث فشل بودن شما می شود، باعث سست بودن شما می شود. عظما میخواست ماشین داغون نظامش رو تعمیر کنه، اما چنین بلایی سرش اومد. حالا بشنوید از پاسدار نقدی که وسط این هیروویر از ترس ریزش بسیجی‌ها همچنان مشغول خالی بندیه. جوانهایی که هی پاشنه در دفاتر ما رو کندن که ما رو اعزام کنید، هی پیام میزنن، نامه مینویسن آقا ما رو اعزام کنید. همین روز جمعه که ما از نماز جمعه می‌خواستیم بریم، همین صفی که بسته بودن همه جوانها تا محلی که به اصطلاح کفشداری است و محل سوار شدن ماشین، همه یکی یکی میگفتن که اعزام 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 اعزام. خب حالا اونجا درخواستی برای اعزام ندارن فرماندهان جبهه مقاومت. حالا اونایی که قرار اعزام کنن کیان؟
یکی این امام جمعه خامنه‌ای توی رامسره که با تبر میخواد بره. رامسر نقطه اتصال مازندران و گیلان به شما صهیونیست‌ها و آمریکایی‌های خبیث هشدار میدهم اگر سلاح تمام شد ما مردم مازندران و گیلان تبر به دست هستیم، ما تبر به دستان با شما صهیونیست‌ها می‌جنگیم. بیایید جلو. و یکی هم این آمادم کفنم تنم کردم که ریشه اینو بگیرم. آقا حکم جهاد بده، به منم حکم جهاد بده، من میخوام برم لبنان. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با این جمله عظما شروع میکنیم که از اون جمله های پامنقلیه. گفتن سرعت رشد علمی کشور چند مثلا 15 برابر 13 برابر آنها یادم نیست 14 برابر بیشتر از متوسط دنیاست. این شما و این همه تصویر مختصر از سرعت رشد علمی توی نظام ولایت. تولید مهمترین رکنی که امروز مشکل کشور هست بحث انرژی است. صنایع کشور در تقریبا 6 ماه سال قادر به تحقق برنامه‌های تولیدشون نیستن. تقریبا 3 ماه برق مشکل داریم، 3 ماه هم گاز مشکل داریم. اینجاست که احتمالاً دود از کله عظما بلند میشه. مجریای تیوریش در هفته‌ای که گذشت تا دلتون بخواد جنگولک بازی در آوردن. خورده ای جونم خورده. آقا اونایی که میگفتن سری قبل نخورده، ما یادمونه که آقا سلام. یکی از جاهایی که خورد تو شیراز بود که فیلمش هم تحت عنوان گل به خودی منتشر شد. پیرمنو گل به خودی. مثلا شما موشک نزنید. بعدم بسیجی‌ها جشن موشک زنی گرفتن اما از فشفشه تلفات دادن. مشنگستان رو با یه جمله تاریخی از رئیس جمهور خامنه‌ای به پایان میبریم. جام